ببینید کی اینجاست. من اینجا با پارت 2 ویدیوی یوتیوب. خوش اومدید به چنل من، یک دیوانه معمولی. بچه من یه عمری به مامانم و خواهرم ایراد میگرفتم که یوتیوب نیست، یوتیوبه. بعد از یوتیوب به بعد دیگه رها کردم. هرچی اصلا یوتیوب چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که ما اینجاییم، دور همیم و قرار کلی با هم دیگه حرف بزنیم، خوش بگذره. اینجایی که میبینید میشه گفت سومین کار داوطلبانه منه که الان بهش نمیپردازم که کجاست و چیه، ولی خب توی مدرسه منم خیلی لوکیشنی که حالا باد نباشه، صدای طبیعت بذار بگیم نیاد و اینا نتونستم پیدا کنم. بنابراین پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگه یه کوچولو صدا اینجوریه. منم میکروفون با خودم نیاوردم متاسفانه. تو قسمت قبلی یا اولفضل باد شروع شد، اینوری بعد راه برم باد نیاد، عقب عقبکی نمیرم سلام. تو قسمت قبلی براتون گفتم که من تصمیم گرفته بودم برم یکی از شهرهای سریلانکا که اسمش نگومبا بود. حالا یه سری ویدیو ازش براتون میذارم ببینید چه جای خوشگلیه. تصمیم داشتم برم اونجا یه خونه ای اجاره کنم، چون اجاره خونه خیلی پایین بود اونجا توی سریلانکا و بمونم. قبل از رسیدنم یه اپلیکیشنی که مشابه دیوار بود، حالا براتون میذارمش اینجا نمیدونم هر جا بشه. تو اون نزدیک 20 تا 30 تا خونه ای که مثلا اجارهشون ماهیانه در میومد $100 پیدا کرده بودم و خیلی مطمئن بودم. برای همین 3 روز بیشتر هتل رزرو نکردم، گفتم بالاخره یکی از اینا رو میگیرم. ولی موضوع اینجا بودش که یک، به ایرانی نمیدادن طبق معمول ایرانی بودن هممون که میدونیم. دومیش این بود که من چون با ویزای توریستی بودم میخواستم که 6 ماه اجاره کنم و اونا بیشتر بلند مدت میخواستن. بنابراین از اون همه تعداد آگهی که پیدا کرده بودم فقط 2 یا 3 تاشون حتی به مرحله بازدید رسید و من خیلی استرس داشتم، چون حساب کتابم میگفت من نباید بیشتر توی هتل بمونم که حساب کتابام کلا به هم ریخت. حالا در ادامه براتون میگم. یه خونه‌ای بود که من اصلا مثلا خیلی هم دوستش نداشتم، برای اینکه دوبلکس بود، 6 تا فکر می‌کنم اتاق داشت، خیلی برای من بزرگ بود، ولی تنها صاحب خونه‌ای که راضی شد خونه‌شو به من بده اونجا بود. اونم طبقه پایینشه، زحمت کشیدن یه دست مبل گذاشتن و اونم بیرونشه. آقا اینم اون وان کذایی که اصلا همه اینا بخاطر ای وای من اینا رو کی بندازه دور. ای وای خیلی چندشم شد. خلاصه که اینجا رو اینم نشونتون بدم و یه ذره هولم بعدن سر ولی اینجا طبقه دومه به طور کلی. این خونه همین خانم همسایه است که کلید و اینا دستش ماهی فروشی داره. این ویلاهای همسایه است دیگه. ببین اکیپی بریزیم اینجا فساد کنیم. دستشویی هم داره دیگه تو خودش، دستشویی و دوش و اینا هم تو خود همین اتاق. من مثلا این مشاورم بود که باز اینو قفل کرد که این یه داستانی داره. اینو دفعه پیشم قفل کرده بود. یه ذره داستان این میترسم خدا وکیل که چرا قفله. گفتم اشکال نداره، حالا مثلا میرم چیزی نمیشه دوستا و اینا رو دعوت میکنم. حتی رفتم رو تختی خریدم و قرارداد بستم و پول 3 ماهو پیش بهش دادم و همه اینا. بچه‌ها چشتون روز بعد نبینه. من اون موقع تازه وارد سریلانکا شده بودم و از مورچه‌ام میترسیدم. اون شب جهنمی بود که هنوز بهش فکر میکنم، واقعا تن آمدنم میلرزه. اینجوری شروع شد که به محض تاریکی من دیدم که 2 تا سوسک توی اتاقه. خب با اینکه میترسیدم با این پیف پاپ و اینا شروع کردم گفتم به جونشون کشتم. نگو اصلا انگار اینا از بوی پیف پاپ خوششون اومده بود. اولین پیف پاپو که زدم یهو دیدم 20 تا 30 تا نمیدونم واقعا چند تا از این سوسکای بزرگ پروازی ریختن تو اتاق، میچرخیدن. من همینجوری که داشتم جیغ و داد میزدم برق رفت. یعنی اصلا نمیدونید که اون شب چه شبی بر من گذشت که برق رفته بود. از اون ور باد میزد، درا رو سعی میکرد باز کنه. من فریک زد. یه دستم پیفاف بود، یه دستم یه چاقو داشتم، چاقو جیبی. گفتم بذارم طبقه پایین. رفتم طبقه پایین که ببینم اگه دوز هست بکشمش. برق رفته بود، بعد تازه فیوز طبقه پایین بود. بعد این شکلی بود که وقتی که برق میومد تو بعد میرفتی یه بار فیوز رو خاموش روشن می‌کردی. درست میگم؟ اتاق اسمش رو بعد یه بار روشن که خاموش می‌کردی تا ببینی برق اومده یا نه. این که اون
شب جهنمی چجوری صبح شد برای خودم هم هنوز سواله، ولی بالاخره صبح شد. چی میگن؟ پس از شب تاریک سپید است، انما العسر یسرا. نمیدونم، من نگم این چیزا رو سنگین ترم، خودم هم الکی چیز نکنم، ولی گذشت. بچه خدا شاهده من دارم هی تو مزرعه میگردم، تست میگیرم که یه جایی باشه صداها کمتر باشه. ببخشید دیگه، شرمنده واقعا. کیفیت رو آره نمیدونم دیگه، با من همراه باشید. صاحب خونم اونجا نبود، انگلیس بود، یعنی اهل اونجا بود ولی انگلیس زندگی میکرد. اونم خونه خودش بود چون دیگه برنمیگشت. حالا ساخته بود یه ویلای لوکس و رفته بود که رفته بود. 5 ساعت اختلاف زمانی بود. شما فکر کن از اولین سپیده صبح من از خونه زدم بیرون، گریه وحشتناک تو خیابون، و به این هی مسیج میدادم تو رو خدا پاشدی به من زنگ بزن، تو رو خدا پاشدی به من زنگ بزن. دیگه فکر کن مثلا 8 صبح اونا شد تا ساعت مثلا 12 سریلانکا. بلافاصله که بلند شد گفتم آقا ببین من نمیتونم، میخوای خسارت بگیری، میخوای هر کاری کنی، من دیشب تا صبح این سوسکا بوده، اینم فیلمش، اینم عکسش، تو رو خدا. اونم خدا رو شکر آدم خوبی بود، کامل و تمام کمال پولمو داد. با اینکه تو ترکیه شما 1 ساعت هم وارد خونه بشید، قرارداد بسته باشید، ازتون جریمه میگیرن. ولی اون بدون هیچ جریمه‌ای کرد. اینقدری که ترسیده بودم اصلا من فکر نکردم که بعدش بخوام چیکار کنم. فقط صرفا رفتم وسایلمو جمع کردم، رفتم یه هتل و نشستم دیدم اون شب تا صبح فکر کردم که این شاید یه نشونه است. حالا چرا؟ به خاطر اینکه صاحب خونه و کسی که از اون خونه نگهداری می‌کرد قسم می‌خوردن که تا حالا حتی یه دونه سوس کم توی اون خونه نبوده، و حتی اینقدر بنده خداها پنیک کرده بودن که خانمی که اون خونه رو نگه می‌داشت، فکر می‌کنم سدیا بود اگه اشتباه نکنم، تا 1 هفته بعدش شبا میرفت اونجا میخوابید که ببینه اگر مثلا خونه رو حالا به خاطر اینکه خالی بوده سوسکی چیزی برداشته سنپاشی اساسی کنن. ولی هی به من زنگ میزد تا مدت‌ها، هی از من حال میپرسید. سریلانکا بودم، با اینکه انگلیسیش خیلی خوب نبود ولی یه دونه سوسک هم نیومده بود، فقط همون شب بود و من اون رو به عنوان یه نشونه برداشت کردم. و دقیقاً از فردای همون روز بود که سفر پرماجرای من توی سریلانکا شروع شد، که حالا قسمت به قسمت سعی میکنم هر چقدر که یادم بیاد کوچولو کوچولو براتون تعریف کنم که چه اتفاقای عجیب غریبی برام افتاد. مرسی که با منید، از من حمایت کنی، لایک و شیر و اینا هم که خودتون بلد. دوست ندارم بگم ماچ به کله همتون. تا قسمت بعدی فعلا.